سلام دوستای عزیز، به یک ویدیوی دیگه از کانال FX Mindset خوش اومدین. اگه در جستجوی یک بروکر مناسب برای ترید با مدارک افغانستان هستین، تا آخر ویدیو همراه ما باشین. Okay, let's go. در این ویدیو من سه بروکری را معرفی میکنم که خودم در طی چندین سال ما با اینا کار کردیم و دوستا و آشناهایی را میشناسم که سالها است با این بروکرها کار میکنن و تجربه شخصی ما از این بروکرها در طی چند سال است و اینم در نظر داشته باشیم که البته بروکرهای زیاد است که برای ما خدمات ارائه میکنن و در اینجا من فقط سه بروکری را که حالا خودم سابقه کار با اینا را داشتم را فقط معرفی میکنم. بروکر اول بروکر امارکت است. این بروکر از سال 2007 شروع به فعالیت کرد و در حال حاضر بیش از 500 نماد معاملاتی را از قبیل فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام، اوراق قرض، فلزات گرانبها و غیره نمادهای معاملاتی را داره و در پلتفرم‌های معاملاتی مثل متو تریدر 4، متو تریدر 5 و سی تریدر میتونین حساب باز کنین و در اینجا فعالیت کنین و انواع حساب‌های مثل ECN، استاندارد و سنتی را هم داره. حداقل واریزی برای حساب استانداردش $100 است و برای حساب ECNش $200 است و یک از خوبیایی که دارم میتونه به صورت ارزهای دیجیتال واریز و برداشت داشته باشه. بروکر دوم بروکر WM مارکت است. این بروکر از سال 2024 شروع به کار کرده و در اصل میتونیم بگوییم که یک از شاخه های بروکر وینزور است که بروکر وینزور سابقش بالای 30 سال است که یک از مدیرای سابق ای بروکر آمد WM مارکت تأسیس کرد و این بروکر مثل بروکر قبلی انواع بازارهای معاملاتی را پشتیبانی میکنه و دو نوع حساب معاملاتی مثل زیرو و پرایم داره و حداقل واریزی دی بروکر برای حساب پرایمش $50 است. و در آخر میرسیم به بروکر لایت فایننس. این بروکر از سال 2005 خدمات را میده و مثل بروکرهای قبلی انواع بازارهای معاملاتی را پشتیبانی میکنه و با متو تریدر 4، متو تریدر 5 و سی تریدر میتونین حساب باز کنین و حسابهای سنتی، کلاسیک و ECN داره و برای فعلا خودم از این بروکر استفاده میکنم و ای که هر ماه مسابقه بین تریدرها برگزار میشه که ماهانه چندین هزار نفر شرکت میکنه و فکر کنم مجموع جایزه ای که در این مسابقه هست $10,000 برای 5 نفری برتر است که این مسابقه به صورت ثابت هر ماه برگزار میشه و البته شاید بروکرهای دیگه هم فعلا این مسابقات همچون مسابقه‌ای داشته باشه، ولی خب چون فعلا ما خودم با این بروکر با بروکر لایت فایننس کار میکنم و حسابهای معاملاتی روی این بروکر است. از بروکرهای دیگه فعلا به صورت دقیق معلومات ندارم که آیا این روند برگزاری مسابقات را داره یا نه. و دوستان نکته که بسیار عایز اهمیت است، ما در کشور خاورمیانه زندگی میکنیم و بروکرهایی که برای ما خدمات میدن ایره باید قبول داشته باشیم که بروکرهای سطح یک جهانی نیستن. این بروکرها در سطح متوسط و یا پایینتر قرار دارن و ما در این شرایط انتخاب بهتری نداریم مثل بروکرهایی که در سطح جهانی باشه و تنها راهش همینه که اعتباری بروکرها را با منابعی که مثل سایت هایی که برای اعتبار سنجی وجود داره بررسی کنیم و حداقل بابت این که پول خود به این بروکرها واریز میکنیم خیال مراعات باشه که اتفاقی از طرف بروکر نمیفته که پول ما گم شود. و در ویدیوی بعدی طریقه از این که چگونه حداقل یک بروکر بهتر و معتبرتری را ما تشخیص بدیم از بروکر متقلب برایتان یاد میدم چه چیزایی را باید بررسی کنیم و متوجه شویم از بروکری که میخوایم استفاده کنیم آیا قابل اعتبار است یا خیر. و تشکر از اینکه تا آخر ویدیو بیننده بودین. اگر علاقه‌مند این سبک محتوا در خصوص بازار فارکس هستین، کانال سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای بعدی با خبر شوین. خدا یار و مددگار شما.